تو خوب باشه. امیر هستم از کانال پرشن کریپتو بریج با نرم افزار کریپتو سرور در خدمتتون هستم. امروز 3 دسامبر 2025 هست. همینجور که میبینید بازار بعد از این ریزش سریع خودش رو جمع کرد و هرچی اوردر بود جمع کرد تا به حدود 93,990 4,000 تا، در حدود 94,000. حالا یه کمی بوی سعودی شدن هم میده. خب ببینیم آیا اصلاحی خواهد داشت یا نه. نگاهی به نرم افزارمون بکنیم و بیت کوین رو از قبل گذاشتم محاسباتش انجام شده. همونجور که میبینید 85,000 تا بالا اومده، یعنی تقریبا همین جایی که بیسیکی شروع کرد به این پرواز دوباره اوردر گذاشته شده که میتونه جای خوبی برای ورود باشه. و میبینید که فاصله بین 85 تا 80,000 تا هم پر شده تا حالا تا 75,000 تا. این محدوده خیلی خوبی، 85 تا 80,000 تا، که اگه بخوایم BCA بکنید سر ارزهای دیگه میتونید انجامش بدید. و اولین مقاومتش هم 95,000 تا سر حساب. و ما اینا رو کم بکنیم که موقت بودن. همچنان اولین مقاومت تقریبا گردن کلوفتش 95,000 تاست، تقریبا 98 و تا 120,000. خب بریم یه نگاهی بندازیم به اتریوم، ببینیم اتریوم بعضی چجوری بوده. اتریوم ما قبلا چجوری بوده بودیم؟ 2500 تا منتظر بودیم بهش بخوره و اولین مقاومت اولش رو که حالا مقاومت تقریبا سبک بود بهش رسید و همینجا مونده. اگه نگاه بکنیم دقیقا سر همون خط مقاومت فعلا داره باز میکنه. ببینیم اینجا چی کار کردم. متاسفانه نذاشتم محاسباتش انجام میشه. 3,080 تا. خب باید بایسته 3,080 تا شد. اینو که زده بود الان اینجا 3,080 تا دوباره مقاومت شد. کم صبر کنیم ببینیم. فعلا کوتاه مدت نگاه کنیم. این مقاومت خب نشونه جالبیه برای برگشت. کوتاه مدتی کم نگاه کنیم 3,030 هم گفتن که حالا توی این محدوده ببینیم چی کار میکنه. کوتاه مدتی زیاد قابل اتکا نیست. 2,500 همچنان روی میزه. 2,500 هنوز روی میزه. یه عده در حال حاضر در کوتاه مدت اینجا رو خواستن و این مقاومت هم بلافاصله پشت سرش هست. من منتظر میشم که بیشتر آپدیت بشه.
ظاهر مقاومت گردن کلفتی هم هست و همچنین کوچولو میشه. بله 2200 نمیدونم قبلا گذاشته بودیم 2200 یا نه. آره دیگه محدوده بود، همچنان برقرار و محدوده. من پازش میکنم تا محاسباتش انجام بشه. خب فکر میکنم کافی باشه. همونجور که میبینید تا کوتاه مدت 3080 تا 3100 که حالا اگر کسی هم دید ویدیو رو در کوتاه مدت بدونه که این محدوده دیگه در حال برگشته. آمورش رو یه دقیقه محدوده مهمیه. اگه بریم تو 4 ساعته میبینید که شکل اینجا به همین دلیل خب من شخصا این نادیده میگیرم. پایینم که 2200 الان بذاریم باشه. 1500 هم سر جاشه همچنان هست و در بالا هم 3300 و 4500 یکم تغییر کرده. 4500 هست، 3300 هم هست، 5000 هنوز شاید لود نشده. خب دیگه بیشتر وقت نذاریم سر اتریوم، بریم سراغ دی ام دی. کم سریعتر جمعش کنیم تا اون محاسبات انجام میشه. دی ام دی بیارم. دی ام دی اگه نگاه بکنید به اون محدوده برخورد کرد، خیلی خوب عمل کرد. نزدیکاش من خودم اگه بخوام استفاده بکنم معمولا یکم بالاتر میذارم، چون محدوده است دیگه. این متمرکزترین جاست توی انباشت، اطرافش هم پر از ارده، لزوما حتما نباید به این نقطه برخورد بکنه. و دیدید که برگشت و تا حالا این مقاومت کوچیک اینجا داشت، تا این مقاومت رفت همچنان اینجا گیره. اینم مصرف شده برش دارم. ببینیم اینجا چه خبره. خب 881 اولین جایی که جلو پاشه 881 کوتاه مدت. خیلی کوتاه مدت اینجاست، حدوداً 2% پایین‌تر. 830 یه حمایت هم اینجا داره. 830 ممکنه حالا آپدیت بشه کم بس. و 650 بذار من نمیدونم آپدیت بکنه یا نه. خب من گذاشتم یکم آپدیت بشه دیگه، بیشتر از این وای نمیستم. نگاه بکنید این محدوده فعلا دیگه کاری باش نداریم، برچیده شده. یه اوردر خیلی پدرمادردار با 750 داره، یه دونه 650 سواب کنیم. لزوما این که تا اینجا هم بیاد نمیشه روش حساب کرد، همه اینا بستگی به حرکت بیت کوین داره دیگه. ولی خب اگه بیاد به این منطقه احتمال واکنشش زیاده. بالا هم اولین مقاومتش اینو بذارم، این که نزدیک و بزرگتری باشه. فعلا 920 رو اینو تغییرش بدیم بکنیم 920.
و بعدش هم 1200 بود که شده 1350. اینم از BNB. بریم سراغ سولانا. سولانا فکر میکنم همینجوری بود قبلا، خیلی تغییر نکرده. اینجا هم تا نزدیک اون حمایت اومد برگشت، 100 سر جاشه، 147 تا 7 هم الان بزرگترین. بذاریم این باشه، شاید آپدیت بشه. 147 و اینجا ببینیم واکنشی بشه نشون میده یا نه. صد و چهل و یک هم از پایین کمی داره، مثلا منتظر یه ضربه به اینجا که تا اینجا ببرنش، احتمال داره. ما زیاد اونو نگاه نمیکنم. 300 هم ظاهر شد، دیگه خیلی بالا میشه. این هم اتفاق خاصی نیفتاد. بریم سراغ کاردانو. این کاردانو چطوری بوده؟ کاردانو هم نرسید به اون جایی که میخواستیم، برگشت داد. اوردراش 3/10 همچنان سر جاشه، خیلی مهمه. و 35 هم هست و همونه، فرقی نکرده. 18 و 9 این باشه. خب کاردانو فرقی نکرد، اوردراش همونه، فقط یکم رفت بالاتر که خیلی فاصله داریم. بریم سراغ آوالانچ. اونم نرسید به اوردراش، پایین جمع شد رفت بالا. پایین همچنان هموناست، بالا 36 و 46. بله خب الانش هم تغییری نکرده، همون هموناست. خب برای 14 و 13 برای فروش کوتاه مدت این هم میذارم 14 و 13. چجوری عمل میکنه؟ خیلی معتبر نیست، خیلی همینجا گذاشتی 14 و 13 قرارش کنیم. برای راستی آزمایی خوبه، برای خودم هم جالبه ببینم این کوتاه مدت چجوری عمل میکنه. نه دیگه تغییر نکرد، 14 و 7. یه بازی ارده دیگر اینجا داشتم، یه دونه کوچولو دیگر اینجا داشتم. خب این سراغ دوج کوین. امیدوارم صدایی که از بیرون میاد اذیتتون نکنه. با پمپ هوا دارم بردار جمع میکنم، صدا رو میده. دوج فکر نمیکنم تغییر کرده باشه. دوج این مقاومت ما رو 15.41 داشته، مثلا شده 15.52. من هیچ وقت هم بهش نرسیدم، تو یکی رو موفق نشدم.
پنجره اول چی داریم؟ چهل و چهار محدوده. دو جمع اگه یادمون باشه 11 بود و 10 بود و 13 میشه، یکم کوچولتر لاغرتر شده، بکنیمش 14 تا کوتاه مدت‌تر. خب دیگه تغییر خاصی نکرده. بالا ببینیم، بالای 7 9 و 17 که خیلی بالاست. اینجا گرفتم، چرک گرفته اینجا رو دیگه. خیلی هم گردن کلوف نیست. حالا تا ببینیم در آینده. خیلی دیگه طولانی مدته. چین لینک مقاومت هایی که گذاشتیم شکست. اولیش 19.46 که خیلی بالاست. دهانی 10 همچنان همونه، هم محدوده های 10 دهانی اینجاست. یه دونه هم که 11 داشتیم که اون لاغر شده، دیگه فایده نداره. 14 رو کشیدیم، آره دیگه تا 8 نه درسته، من انتقادش بگیم اینجا. این هم که زد دیگه به کار ما نمیاد. XRP XRP دقیقا اومد خورد به این حمایت اینجا، جز تریدایی بود که میتونست، ببینید اینجا خورد یه بار رفت بازی زیر بازی کرد، چیزی حدود 10%. حالا برگشت به پایین 1.9 1.8 و 1.7 1.5 داشت فکر کنم که خیلی مهم بود، توکس شد انگار. شاید حالا محاسبات انجام بشه بالا بیاد. فعلا 1.8 هست، اینو برداریم. ضربش میکنه رو، یعنی عمل کرده. ببینم 1.9 هم محدودش کنیم بهتره. از اینجا یه محدوده خرید خوبه، 1.7 هم اضافه کنیم. نمیدونم 1.5 ناپدید شد، یه جوری توکس شد بین اینا. کنیمش 1.7 یه محدوده شد دیگه اینجا. خب من منتظر شدم بیشتر آپدیت بشه. اگه نگاه کنید 1.9 1.8 نقاط مهمی، اگه به نسبه نگاه کنیم حتی تا 1.2 1 رفته، در بالا هم 2.7 همون 3.5. ببینم خیلی بالا بود، میشه 3.5. مقاومت تا کجا رفته بود؟ اینجاست 2.25. آره برقرار سر جاشه.
یه 2/7 هم بذاریم مقاومت نسبتا کافیه. آره تا این سطح. خب اینم XRP که دستمون و اشکالی هم نداره. و آخرین چیزی که نگاه میکنیم سویی هم یه جورایی پرید بدم پرید، سویی پرید بدم پرید. فکر میکنم اینجا من 1.3 اگه خورده باشه بهش، نخورده 1.3 مورد دیدم. و حالا سویی 35% داد. خب این که خیلی خوبه، برای که از سری قبل مقاومت کشیدیم خیلی خوب. این چیزی که بوده بعضی ارزا من نگاه کنیم شاید بهتر شد. 54%. نه دیگه مال اولی بود. ببخشید معذرت میخوام، گندگویی کردم. نه این بود 16%. اینم که شکست، مقاومت هم شکست، به کار ما نمیاد. ببینیم پایین. بله دو، فکر نمی‌کردم مثلا به 2 برسه، ولی که این حرکت میکنه. یه 2 بذاریم. از این طرف 9 چند گذاشته بودیم؟ 1 گذاشته بودیم. 1 میکنم خیلی دیگه 3 نیست، میکنمش 9 تو محدوده هم برمیدارم. یه 6 هم اضافه میکنم عنوان مهمترین. شاید اگه بشکنه، امیدوارم تا این پایین بیاد که خرید بکنم. من خودم هم هیچ خرید نزدم. و محدوده‌ای هم نگاه بکنیم، از 1 تا 8 خیلی محدوده مهمی. حالا اگه خیلی بزرگ نشه، بعضی از این کانال ها میان محدوده های خیلی وحشتناک میدن، ما مثل اونا نشیم. نه خیلی محدوده بزرگی، ولی خب میشه روی نقاط شروع کرد سعی کردن. 1 9 8 و 6. خب یه نگاهی هم به چند دقیقه شد، 23 دقیقه. یه نگاهی هم به آپشن بکنیم. حتی داده های آپشن خب اینا فریه. من فروش کال و فروش پوت ها رو ندارم، ولی اوپن اینترستا هست که حالا محدوده بلند مدت رو نگاه میکنه که برای امروز تا 90,000 بود که اونم گذشت و بیشترینش 91,000 تا بود. پایین همچنان رو 80,000 تا هستن. بریم تاریخ 4 رو نگاه کنیم. 94,000 تا که بهش رسیدیم دیگه، تقریبا آرش رسیدیم. تا این طرف 78,000 تا اوپن اینترستا. اینجوری هم تا 82 88. یعنی 40 تا نه تغییر هم میکنه مثل بقیه اوردرهای مارکت. همچنان 94 یکم پررنگ‌تر میشه پایین. 86 82. اینجوری که معلومه مثل اینکه پایین تر از اینجا نیاد بازار فعلا، بیاد اینجا بره رو 98 از رو آپشن. حالا من دقیقا خرید و فروش کوتاه رو نمیدونم چجوری، و خرید فروش کالا مشخص نیست، ولی خب
طبق داده های اینجا میشه اینجوری مثلا تصور کرد دیگه. 86 حالا میانگین دیگه، حالا یا میاد تا این زیر و 80 زیر اینم جمع میکنه بعد میره بالا و از همینجا میره. خب یه برگشتی باید بازار بده، حالا حساب اگه بده. فعلا هم که میبینید در حال رنج کردنه. لحظه ای چطوره؟ لحظه ای هم زیاد همچنان تو رنج هست. شاخص ترس طمع هم که رو 23 و فاندینگ ریت هم مثبت شده، اینم باز میتونه دلیل برای ریزش باشه. یه نگاهی هم به چارت بکنیم و اینم ترس طمع فعلا یکم بالاتر اومده تا 28. ببینیم تا فردا چی میشه. ممنونم که همراه من بودید. امیدوارم که آدمای بیشتری ببینم و اگر مورد استفاده بود استفاده بکنم. روزتون بخیر تا نوبت بعد. خدا نگهدار.